جسد انسانی باور کنی همچنانه که گفتن که این چشم بینایی داره، این گوش شنوایی داره. هستن انسانایی که شنوایی ندارن، انسانایی هستن گویایی ندارن، بینایی ندارن، پا دارن، روایی ندارن، دست دارن، گیرایی ندارن. اما باور کنی در روز قیامت از این جسد پرسان میشن، بجز این زبان لال میشه، زبان خاموش میشه، از کل عضو بدن پرسان میشه. همه این عضو بدن در زبان میگن، سخن میکنن. ای چشم بینایی دادم، آیا بر این بینایی من یک بار اقلا حرفی مرا دیده بودی؟ قرآن منو گرفته بودی به دسته؟ کشاده بودی در قرآن؟ چی بود؟ به عقل من داده در قرآن کار کردی؟ به این زبانی که ورق سخن میکردی آیا تلاوت قرآن کردی؟ به این شنوایی ها یگان بار امر معروف و نهی منکر و تلاوت قرآن شنیدی؟ به این پاها در راه شریعت رفتی؟ به دستات یگان خیر کردی؟ همه این از این جسد پرسان میشه. این جسد صاحب داره. امروز پاهامون در میکنن از زنبیلا، چی میگن؟ نوشیرگیش هم پاهام در میکنن از زنبیلا. آیا پاها دست کی دادن؟ صاحب این پاها کیه؟ وقتی لعنت میکنه که لعنت تماما اجازت نیست بر بنده، لعنت فقط از جانب الله باید باشه. به همین خاطر زنها زیادش سوزنده آتش جهنم هستند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از شب معراج بازگشت، کل زنها گفت که ای گروه زنها شما زیاد خیر کنید، زیرا که زبان لعنت کننده داره. لعنت فقط از جانب الله باید باشه. شیطان عزازیل لعنت کرد، او روی جنت نمیبینه. و سه گروه زنهای هم لعنت میکنه خداوند، زنی وسوسه کننده، زنی خوشچین، زنی که کاسب خوشچینه، زنی که بر موی خود موی اضافه میکنه، زنی که بر روی خود خال میکنه. این گونه زنها الله لعنت میکنه. چه گناهی که شیطان لعنت کرد؟ وای بر حال زنی که قاش چینده داره، وای بر حال زنی که به موی خود موی اضافه میکنه، موی خود از زینت میکنه، به رومال ببروید در مردای نامحرم نشان میده. وای بر حالش. خوش به حال زنی که همین دقیقه شنیدن قاش چیندن چقدر گناه. انشاءالله بعد از نماز پیشین یه دوام میتیم. بسیار یک موضوع وسیع. میگه وای خوش به حال زنی که فهمید و از همین دقیقه بس کرد، او خوشچینی دوام نداد. الله رحمان و رحیمه، او را میبخشه. وای بر حال انسانی که شنید و گفت که حالی با بس میکنم، مبادا چین دیو گفت که حالی بس میکنم، حالی نبرو ماده خداوند جان تگیری. در یک زمانی هستیم که هر لحظه هر قدم امتحان برای ما و شما. دخترکای شوهر نکده مرده سیان، تفلکای این قهر مرده سیان. نمیگه ای روز ایده، نمیگه ای روز چند شنبه، نمیگه تو چند ساله، نمیگه تو حالی سینه مادر مکی دستی، نمیگه که تو حالی امروز شب عروسی تا شهد پیش عروس میدرارن، حالی عروس زن رسیده عروس دردی میگیره که همون خیلی میبرن و همون درد میمره. چیزی که نصیب بوده هوای میبینی، افسانه نیستی از زندگی ما و شما. چیزی که نصیب بوده هست هوا میبینی. وای بر حال این زبانی که میگه حالی با پیر شو میکنم، این سخنی اون نیست، این سخنی شیطان. شیطان هر قدم هر زمان هر لحظه بنده وسوسه میکنه. ای بنده با میکنی حالی وقت داری، حال آن که بنده وقت نداره. بنده دقیقه عمرش باید به شمار باشه. دقیقه عمر رفت، گوی الله در این دقیقه عمرم 10 دقیقه عمرم رفت. ساعت چند شد؟ میگم ساعت 1 نماز پیشین شد، تا ساعت 1 چی ذکر کردی؟ یگان بار خداوند یاد کردی، مرگ یاد کردی، چی کار کردی در دنیا؟ برات یگان توشه تیار کرده استی، نه وقت رفته ساعت 1 شد فلان جا دیر موندم. این نفس دنیاست. نفس دنیا هر لحظه ما به سیر خودش میکشه. هر دقیقه میخواه که ما عیوب باشیم، در قیامت در گروه دوزخی باشیم نعوذ بالله. اما خوش به حال این زبان که استغفر الله گو باشد، خوش به حال این جسد که خودش در گروه نجات یافتگان پرتاید. امروز هر عملی که الحمدلله به سوی جنت شد، تو همه عملا کردنگی، ذکر تا زیاد کردنگی، زنگ دلی تو پاک میشود. میگه این جسدی که ذره گناه کنه، ذره میگه گناه کنه، مثال یک مرد نامحرم یک بار نگاه کرد، مبادا چشمش رسید چشم دریای پیش نگاه کرده، گفت که یک بار که بینیم قمردی خوشبو بوده، نعوذ بالله زنا شد. در دل تو ذره نقطه سیاه پیدا شد و هر لحظه که تو ذره میگه گناه میکنی، این نقطه سیاه کلان شدن میگیره، جسد سیاه میگه همه خیلی احاطه میکنه. وقتی جسد احاطه سیاه شد، تو ایتجا عمل میگه جنتیه کردن. و هر لحظه الحمدلله وقتی که بالای جای نماز میبیاییم،
سخن با الله خود میکنیم انشاءالله میگه گناه های انسانی ریخته میشه. میگه در حدیث خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک وقتا فصلی میگه تیر ماه بود، میگه ابوذر غفاری میگه با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیرون برآمدن و میگه برگای درخت میگه در اون زمان زرد شده بود و حبیب الله صلی الله علیه وسلم درخت گرفت شاخه یا میگه تکن و در این حالت گفت چرا سوال میکنی ای ابوذر؟ وقتی که میگه در پاسخ در جواب گفت که چگونه که این برگ های تکان دادم درخت از شاخه برگ ها ریختن، همین است مثال نماز پنجگانه. هر بنده که 5 وقت نماز وقت ساعت خودش خواند چگونه که این برگ ها از شاخش ریختن از بدن بنده میگه گناه همه خیلی میریزه. سبحان الله، این نماز بسیار یک نعمت بزرگ است. بهترین نعمتی که الله به ما و شما داد. الله میدانست که شیطان وسوسه اجازه داد این بنده در وسوسه شیطان داده شده میشه، به خاطر این باز نماز داد که انسان به خواندن نماز انشاءالله که گناهاش میریزه. الله مهربانه الحمدلله. این نمازهایی که میگه هی خمسون و هی خمسون، این نمازهایی که میگه شما میخونه به اعتبار خواندن 5 وقته میگه به اعتبار پاداش الله میگه در پاداش ما به 50 وقت نماز مینویسه. اگر نمازی که با خشوع و با خضوع باشه، سر به سجده روی و سبحان ربی الاعلی یکش در ره باشه، دیمش در زمین، سیمش با در برداشتن سر، این گونه نماز نزد الله قدر قیمت نداره. نمازی که در رکوع میره ای رکوع بالا نشده در سجده میره، این نماز خشوع و خضوع نداره. نمازی که بالای جای نمازی و فکر در دیگر جای، کسی میبیا به اشارت او را بیا میگی، کسی به اشارت بشین میگی، چیزی که در فکر تو کیم چه، اون نماز نزد الله یگان قدر قیمت نداره. الله منتظر محتاج نماز ما و شما نیست. ما این نماز از ترس دوزخ میخونیم که الله ما را نگهبان شد و الحمدلله الله به این نماز ما را داخل بهشت نمیکنه. الله نظر به رفتار ما نمیکنه، نظر به پاکی ما میکنه. الحمدلله انشاءالله که نماز خشوع و خضوع داشته باشه الله مهربانه. انشاءالله وقتی که خشوع و خضوع قطعی خواندیم این نماز برهان میشه، نور میشه، در روز قیامت دستگیری ما و شما میشه. وقتی نمازی که خشوع و خضوع نداره، یعنی که خشوع و خضوع آرامانه نباشه، به آرامیش دل نباشه، در سجده و در رکوع ما آرام نباشیم، در حالت خواندن سوره به درستی تلاوت نکنیم، به آرامی تلاوت نکنیم، این نمازها خشوع و خضوع نداشته باشه، میگه این نمازها به مانند لطفاره میشه، جیدن و میگه کله پیچ کرده بر روی انسانی زده میشه نعوذ بالله. یا اینکه جایی ده میشینیم، یا اینکه جایی ده میشینیم به وضو، یا که جای میرویم انسان مسلمان باید همیشه پای به طهارت باشه، او باید لباس بینماز نداشته باشه. و همیشه خیلی مادرای ما که پیرن یا در اجازت که میشه و که ازارشان بینماز میشه یا جای دیگه شان اونا خیلی با لباس نمازی میپوشن، نمازشان میخونن، اما ما یا شمولی ما برای چی لباس بینماز داریم؟ خواه در خانه باشه خواه در دیگر جا، بسیار معرکه در مثل خیلی خواهران نمازاتان خونه حسانن، بهترین متریال در تنشونه، میگه بینمازه. شرم داره زن مسلمان، پاکی از اسلام است. چگونه او پاک لباس فسانیش پوشیده میتونه او را پاک کردن نمیتونه؟ چگونه او لباس زیباترین در بدن میپوشه او پاک نیست، نماز نمیخونه؟ یه بار انسان خودش فکر کنه، بهترین نعمت خواندن نماز است. شخصی که نماز نمیخونه او به نجاست برابر است. این گپ ما نیست. یه بار خودتان فکر کنه، ایزار در پیشاو درستید، نجاست درستید، یا تیفل در همونجا پیشاو کرده درستید، میگه که چی شید؟ به نماز شید. همین گپی خودی بنده میگه به نماز شید. انا تو فکر کنه همون به نماز برابر در همون پیشاو است. انسانی نماز نمیخونه و برابر به نجاست است. در دنیا بدبختترین انسان به نماز است. فرق در میان در حدیث میگه، فرق در میان مفهوم حدیث در میان مرد مؤمن و کافر و مشرک چیست؟ میگه به حبیب الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در پاسخ نمیگه که عرب و تاجیک و روس و امریکانس نمیگه، میگه خواندن نماز در وقتش. هر شخص، هر بنده که 5 وقت نماز وقت ساعتی او میخونه، اگر او عروس هم باشه الحمدلله او مسلمان. فرق در زبان نیست، این زبان هر ملت سخن میکنه، اما هر بنده که ایمان داره، خدا به یگانگی میشناسه، حبیب الله به رسول خدا میشناسه، الحمدلله 5 وقت نماز وقت ساعت خود میخونه، او مسلمانه. اما وای بر حال انسانی که خود مسلمان هم میگه او
اما نماز نمیخونه. بین امروز میبیا این معرکه ده میخزه دیگرها خود نماز میخونه خونت میره با نماز قضایی. این گناه انسان مشرک است. میگه گناه مشرک ای کافر زیاده. کافر با کافر بودن خودش تصدیق میکنه در روز قیامت. وای بر حال مشرکی میگه بین مسلمانان ده من مسلمانم، بین بینمازا میرم میشینه میگه با میرم خونه ده میخونم. میگه هر بنده یکی یک نماز بدون عذر نداره، شیشتی میگه لباسون بینماز او عذر نمیشه. در زن عذر در 3 وقت میشه. یکی در حالت اپیرات صدتگی نرکوز خواه، دیگر در حالت مدهوشی دیونه، سومین در حالت عذر حیض. 3 حالت عذر میشه زن ده تموم. تولد حالتی که فرزند اومده نشده. اگر حالتی که تولد کردستی وقتی نمازی بامداده حالی کودک 10 دقیقه بعد حالی که میشه تولد میشه همون نمازی بامداده ایتا قضا میشه. هوا در روز قیمت پرسان نشنده. حالتی که سری تیفل میتوه انا همون حالت عذر میشه برای زن تموم. حالی که تیفل دورتر میشه و که همون نماز خوانی و بعد تیفل تولد میشه همون نماز پرسان میشن در این. انا بجز همین 3-4 عمل دیگر حالت هایی که میگی من بیمارم و میگه که نماز در حضر در خضر در بیماری در جوانی در پیری یگان چیده معوف نمیشه. یگان حالت بهانه نمیشه که من عذر دارم. که امروز پاچه در میکنه 6 خون حال آنکه خواندن نماز راستا فرض است. پاچه در میکنه 6 خون بیماری خسته نمیتونی غلیده خون. وقتی که تماما در بستری با اشاره خون. در سفری با خداوند قصر نماز گفته ایتاد قصر بایکن کوتاه کرده خونشه اما ای نماز دور نشه. با اللهی که بس دنیای آرام داد، اللهی که بس نفسی بیپل داد، هر دقیقه میلیاردها بار نفس میکشی ایتی کسی سون نمیگیره. این روز بیمار میشی 10 دقیقه نیم ساعت اپیرات ساعت میگذاره $، میگیرن بس دستون ارکس میسیان نفس سنئی میکشن. $، قطعی الله قدر مهربانه این قدر نفس ها میکشیم هیچ کی ما پول نمیگیره. وقت ساعت خود افتا میبره با ما فایده میاره، محتاو میاره میبیاره فایده میبیاره، شمال فایده خودش داره، برف فایده خودش داره، باران فایده خودش داره، همه نعمتاش برای ما ارزانی به پول داده. خود یا الله بزرگ خدمتگار ما و شما شده. با همین گونه یک الله مهربانه میگه ای بنده امروز 5 بار با من صحبت کن من بخشنده مهربانم، کل گناهات هم میبخشم میدانم که وسوسه داره تا شیطان. اما ما بندگان با میشینیم کور بر این که همین 5 دقیقه وقت میره برای خواندن نماز. 5 دقیقه در انسان الحمدلله نماز میخونه، اما به خاطر 5 دقیقه همین خودمون بهانه میکنیم دیگر و دیگر باور کنیم معرکه میریم. وقتی نماز میشه خزه خاله‌ها مادرها خواهرها خزه نماز کنه، یک خانه بزرگ 2 کس یا 3 کس نماز میخونه. به نزدیکی مهمان شدیم اونجا بودیونی کمپیرای پیرم باور میکنه کمپیرای پیر انم خاله‌هامون برای کمپیرا 6 بیان خزه نماز کنه میگه لباس من به نماز است. در یک خانه مهمان شدیم کتیزه در هر یک همون اتاجش عدل نوای توالت های وانای خست حولی نمیبروی ای خاله این ها ایجا در وانای خست آرد که ای بچه مال میرم میخونم. فکر کنه انسان سین سال رفته است تو نزدیک شدهستی توشه ایراه چیه؟ آسه این همی خاندان آمدی دست خالی نامدی حتما دست ده باید یکی باشه شرم میکنی دست خالی روی. اگر مبادا دست خالی آمدی گرچند شرم قدم ادروی حتما با زبانت بخشش میپرسی خواهر جان میبخشی کیم چی همه خیلی بهونه شد و نتونستون دست خالی آمدم. وای بر حال در روز قیامت توشه نداری چی میبری دست؟ چی میبره انسان؟ این نعمت بهترین نعمت این نماز خواندن بهترین. اگر ما درباره نماز سالها حالی فقط ساعت سالها گپ زنیم او آخر نداره. این نعمتی هست که الله با بندش بهترین داده الحمدلله. الهی آمین دعا میکنیم پروردگار متعال به وقت نماز که ما را رساندی الله رب العزت سپتن نماز خواندن و با تو هم صحبت شدن به همه این خواهران و مادران نصیب و روزی بگردان. پروردگار شنیده هایی که ما از جانب خودت این سخنایی که به زبان ما آمد شنیدیم پروردگار عمل کردن بر همه ما نصیب و روزی بگردان. الله رب العزت صاحبان این خاندان به هر نیتی که این دسترخوان آماده ساختن خیرهاشون از قبول بساز مراداشون حاصل بکن. پروردگار فرزنداشون همیشه تلاوت کننده قرآن و در عقلشان فهمایش قرآن نصیب و روزی بگردان. در جسدشان پاهاشان در رفتن شریعت دستشان به خیر و سخاوت
چشماشان در بینایی حرف قرآن، زبانشان در خواندن حرف قرآن، گوشهاشان در شنیدن صدای قرآن نصیب و روزی بگردان. الله رب العزت دعا میکنیم همیشه در راه صراط المستقیم قدم زدنشان نصیب و روزی بگردان. دنیا و آخرت براشان آباد بساز. گذشتگانشان رحمت و مغفرت بکن و بازماندگانشان گفتیم همیشه در راه صراط المستقیم هدایت کن. جمعی گذشتگان این منزل، این مکان، جمعی گذشتگان شیشتگان این خاندان، جمعی گذشتگان این محله و جمعی گذشتگان همه ما پروردگار رحمت و مغفرت کن. بازماندگان ما یا الله رب العزت عاجزانه دعا میکنیم، خصوصا فرزندای ما را که ما زن مادریم عاجزیم. الله ما را در تربیت فرزند تنها مگذار. پروردگار فرزندهای ما را اول فرمانبردار خودت، بعدا فرمانبردار قرآن و فرمانبردار پدر و مادرشان بگردان. الله رب العزت دعا میکنیم ما را پروردگار ایمان در قلبمون جا کن، زبانمون ذکر کننده بگردان و با ایمان در دنیا گشتن و با ایمان رحلت آخرت کردن، با ایمان سر از خاک برداشتن در روز قیامت زیر لوای لا اله الا الله پروردگار بر ما هم جای عطا بگردان و ما را در روز قیامت همین گروه باز هم با هم با خوردن در جنت الفردوس نصیب و روزی بگردان و با ازواج متحرک ما را همسایه بگردان و هم صحبت بگردان و از دیدار بچون چرای خودت مشرف بساز و از شفاعت حبیبت به نصیب مگردان. الها دل ما تسلیم خود کن، همه فردی جهان مسلم خود کن. صراط المستقیم را راه ما کن، کتاب قرآن را حاکم ما کن. الها صاحب این خانه را امانش ده، برکت حیزر در مکانش ده. ما ندانیم در دل او چیست، هر چی میخواهد همانش ده. اگر میل او بود سوی بهشت جاودانش ده. مصطفی که شفاعت بخش ماست، حوض کوثر بر کل امتانش ده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، عذاب قبر القیامة. اللهم صل علی محمد النبی الأمی و علی آله و سلم تسلیما برحمتک یا ارحم